سلام علیکم بینندگان عزیز، بخش آوازه و حقیقت از تقدیم شما از کانال ما. دیروز شام سنه 28 سپتامبر سال روان در صحیفه اینستاگرام روزنامه‌نگار و شاعر شناخته آرزو ایسایف نوار نشر گردید که در آن مطلوبه رحیمова را با جشن عروسیش آرزو ایسایف تبریک میکرد. ما در ناحیه یاوان قرار داریم، مهمانیم و امروز روزی زیباترین است، یعنی جشن عروسی سراینده ممتاز مطلوبه جان. با صدای امید تبریک میگوییم. اگر دنیا برایت بی وفا باشد، وفاداری تو من هستم. با آن خاطر که از غمها رها باشی، به غمهای تو پیوستم. به قدر یک شکستی آرزویی تو، هزاران بار بشکستم، به امیدی تو بنشستم. آفرین. قرصک ایلای خوشبخت شوی مطلوبه جان، خواهر شیرینم. عمر دراز، تنی صحت و زندگی زیبا. و مخلصان و بینندگان زیاد با ما تماس گرفتند و طریق پیامک ها نوشتند که آیا این آوازه حقیقت دارد، آیا مطلوبه رحیمова در حقیقت به شوهر برآمده است یا نه. ما کوشش نمودیم که با خود مطلوبه رحیمова تماس گیریم، اما از سبب آنه که او پای تشویش های معرکه یعنی جشن عروسی خود بود، ما نتوانستیم با او صحبت کنیم و خوشبختانه با برادر او ما تماس گرفتیم، صحبت کردیم و برادر او ضمن صحبت ابراز نمود که در حقیقت مطلوبه رحیمова شام 28 سپتامبر در ناحیه یاوان جشن عروسی داشتند و در جشن عروسی مطلوبه رحیمова بهترین هنرمندان کشور، هنرمندان انسامبل فلک کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، اینچنین مشهورترین هنرمندان کشور سوریا قاسمova، فرزانه خورشید، ماهره طاهری و دیگر هنرمندان. مبارک باشه خواهر عزیز، بگذار که در توی فرزندتان با یک جا باشه، در خدمت شما باشه. مبارک باشه. خوش آمدم. مرحمت سردابری همه شما، خوش آمدم. شرکت ورزیده مطلوبه بانو را با جشن عروسیش تبریک و تهنیت گفته با او تمام خوشی های زندگی را آرزو کردند. یادآور می شویم که مطلوبه رحیمова از زمره بانوان صاحب هنر است که با صدای شیرین، ترانه های زیبای عاشقانه و شنیدنی و سبک به خود خاص زود میان هواداران صوت و نوا محبوب و مشهور گردید. مطلوبه هنرمند است که صدا و هنر خداداد دارد. با اولین ترانه اجرا نموده خود در صحنه تمام مردم را قائل گردانیده بود که او در حقیقت هنر و مهارت والا دارد. صدای شیرین و زیبا،
آهنگ های دلنشین تاجیکانه و انتخاب متن های زیبا او را زود میان مردم مشهور کرد. هر یک ترانه او از درد، غم و محبت و ناکامی زندگی قصه می کند. مخصوصاً دویت های سراییده او با هنرمندان جوان میان مخلصان موقع خاصه خود را دارد. قریب همه دویت های سراییده مطلوبه زود به قلب مخلصان جا گرفته، به مشهور کردن هنرمندان جوان نیز سهم ارزنده گذاشته است. ضمن صحبت های قبلی مطلوبه بانو ابراز نموده بودند که در آینده تنها با نفر اویله‌دار می شوند که ضد هنر و صنعتش نباشد و امروز خوشبختانه به آرزوی خیش رسید، یعنی هم در جاده صنعت و هم در جاده زندگی موفق و خوشبخت است و در زندگی اویلوی به مطلوبه بانو تمام خوشی های زندگی را آرزومندیم و دعا میکنیم که همیشه سربلند و خوشبخت و موفق باشند.